مرد ریه آهنی. پاول الکساندر 77 ساله آمریکایی، فردی که 71 سال از عمرش رو درون یک بشکه آهن گذرونده، مدتی که رکورد محسوب شده و در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پاول در سن 6 سالگی مبتلا به فلج اطفال میشه و از گردن به پایینش رو دیگه نمیتونه تکون بده. این بیماری باعث میشده که پاول نتونه به درستی نفس بکشه و مجبور شده از 6 سالگی درون این بشکه آهنی به زندگیش ادامه بده. این بشکه در واقع یک ریه مکانیکیه و با مکش اکسیژن به داخل و منبسط کردن ریه به پاول کمک میکنه تا اون بتونه نفس بکشه. برخلاف مشکلات بسیار سختی که پاول توی زندگیش داشته، اما تحصیلات عالی خودش رو در دانشگاه ادامه داده و 10 سال با این شرایطش به کار وکالت مشغول بوده. پاول تبدیل به فردی الهام بخش برای بسیاری از مردم شده و زندگی نامش رو در کتابی با عنوان 3 دقیقه برای سگ، زندگی من در ریه آهنی نوشته و چاپ کرده. واقعیت‌های عجیب و جالب دنیا رو میتونی تو فکتول پیدا کنی.